درود به همگی به یه ویدیوی ترسناک خوش اومد. امشب یکی از جدیدترین و ترسناکترین ماجراجویی های فرانکو تیوی رو براتون آماده کردم، اما اینجا تمام نمیشه ماجرا. ویدیوهای کوتاه دیگه هم آوردم که همدیگه رو کامل کنن و امشب رو برای شما یک شب وحشتناک کنن. امیدوارم از ویدیوها لذت ببرید. اگه منو نمیشناسید، اسم من دانیال، اینجا هم کانال خودتونه. حالا اگه آماده این بریم سراغ ویدیو اول. دوستان، این ویدیو توی ژاپن گرفته شده داخل یک کفش فروشی. هنگامی که یه مشتری اومده داخل و داره با فروشنده صحبت میکنه، کفش میخره، دوربین مداربسته چیز عجیب غریبی رو میتونه ضبط بکنه. همونطور که میبینید گوشه مغازه یه آینه وجود داره که توی اون آینه ما انعکاس موجودی سیاه رو میبینیم که به شکل آدم عادی وایستاده جلوی این آینه. اما تفاوتش با انسان عادی چیه؟ اینه که سر تا پا مشکیه، حتی کوچکترین رنگ روشنی هم تو وجودش نیست که آدم ببینه. سر همین بوده که خیلی‌ها میگن یه موجود ماورایی هست که خودشو به شکل انسان درآورده. شما چی فکر میکنید؟ رسیدیم به این ویدیو. یه خانواده داخل خونهشون اتفاقات عجیب غریب و ترسناکی رو تجربه میکردن. این اتفاقات به قدری زیاد میشه که تصمیم میگیرن توی جای مختلف خونه دوربین نصب کنن که اگه اتفاقی خارج از دید اینا بیفته بدونن متوجه بشن. دوربینی که توی محل آشپزخونه نصب شده، ببینید چی گرفته. یه موجود سیاه خیلی سریع از جلو دوربین رد میشه. با آهسته کردن ویدیو میتونید متوجه بشید که این موجود یه مه سیاه رنگ هم از خودش به جا میذاره. جوری که این موجود حرکت کرد، احساس میکنم که از قصد از زیر دوربین رفت که دیده نشه. معلوم نیست که ماهیت این موجود چیه، اما به نظر میاد هرچی که هست همینه که باعث این اتفاقات ترسناک تو این خونه شده. این ویدیو رو خانومی از بچهش گرفته و ماجرا از این قرار بوده که میخواسته واکنش بچهش رو بگیره. حالا نمیدونم برای چی، اما هدف اون بچهه بوده. ببینید تو ویدیو چی ضبط شده. یه بار دیگه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اگه دقت میکردید دقیقا پشت سر این بچه پیرمردی با چهره عصبانی و صورت خاکستری وایستاده، خیلی سریع هم غیبش میزنه. شما فکر میکنید که این پیرمرد کی میتونه باشه؟ در حالی که تو اون خونه فقط پدر این بچه بوده و خود این بچه. مادر بچه هم بیرون از خونه است. پس دیدن یه پیرمرد نمیتونه عادی باشه. این ویدیو رو توی یه جای تاریخی و قدیمی گرفتن. چند نفر اومدن از اینجا بازدید بکنن و دارن ویدیو میگیرن. یه چیز عجیب غریب و غیر عادی تو این ویدیو ضبط میشه. اینترنت رو شوکه میکنه. بریم با هم ویدیو رو ببینیم.
همونطور که میبینید خانومی با لباسی که متعلق به 100 سال پیشه داخل این منطقه، داخل این خونه قدیمی داره قدم میزنه و این یه چیز عادی به هیچ عنوان نمیتونه باشه، چون کسایی که میان اینجا اجازه میگیرن، مجوز بهشون میدن که بیان اینجا رو بازدید بکنن و همچین چیزی اینجا دیده بشه فکر نمی کنم عادی باشه، اونم خانمی با همچین لباسی که متعلق به صدها سال پیشه. حتی یه سبد دستشه. یه سری تئوری های عجیب غریبی هم راجع به این ویدیو گفتن که مثلا ممکنه این خانم روحی باشه که مثلا تو سالهایی که این خونه ازش استفاده می شده اینجا زندگی می کرده. شما چی فکر میکنید؟ رسیدیم به ماجراجویی فرانکو تیوی. دقیقا یه هفته پیش بود که فرانکو این ویدیو رو تو کانالش منتشر کرد. منم وقتی ویدیو رو دیدم گفتم از اوناست که باید تو کانالم قرارش بدم. ویدیو کامل و خاصی میتونید تو کانال خود فرانکو تیوی ببینید، اما داخل این ویدیو من تمام بخشایی که ترسناکه رو براتون قرار دادم. فرانکو طبق معمول کارش اینه که قبرستونای قدیمی بره، قبرستونایی که توش مراسمای شیطان پرستی انجام میدن، جادوگر اونجا زندگی میکنه و از این مدل قبرستون ها. داخل این ویدیو هم توی یکی از این قبرستونا اتفاق خیلی ترسناکی میفته که اصلا سابقه نداشت. I know where to look. I'm just kind of exploring through here and whatever happens. میگه من اینجا رو جستجو میکنم، هر اتفاقی میخواد بیفته. It's just every time I come through here it's like a labyrinth. I wonder if they changed anything inside here. It's been a minute since I've gotten inside. Just a heads up, there might be some remains in here. This is the last time I've been here. انگار قبلا اینجا بوده فرانکو و دوباره برگشته اینجا. That's what makes me the most nervous right there. I don't know if you guys can see that way down there, but that's the barrios. That's where a lot of the thieves and the robbers come in from that side, and that's the side. میگه که دزدا و اینا از اون سمت میان تو و اونجا خیلی منو میترسونه. And I've just kind of been walking around so far, kind of exploring. And you hear that? یه شنیدین؟ Gregoria! Georgina! اینجا داره اسم ارواحو صدا میکنه و یهو یه صدا میاد که میگه بله. ¿Está bien? ¿Yo puedo verte? I just got a response. بازم گفت. It sounds like it's saying sí. میگه که به نظر میاد میگه آره. ¿Estás solita? میگه خدای من. حسابی ترسیده فرانکو. So freaking out right now. میگه خیلی دارم میترسم الان. اینجا هم بچه هواش روشن نیستا، تاریک دوربین روشن کرده اینجا رو. I'm gonna turn on my flashlight. I'm gonna be honest, I'm a little bit nervous coming down here. یه من خیلی استرس دارم اینجا بیام. برای همین چراغ قوه‌مو روشن میکنم. Oh, there's a black tomb here. I don't even know what that was about. ¿Estás solita? Are you alone? همینجوری داره سوال میپرسه از این موجودات و بعضی موقع جواب میگیره. Looks like there's a whole tree that's knocked down here. یه به نظر میاد که درختی که اینجا بوده قطع شده. Gregoria or Georgina. I think it's Georgina, not Gregoria. I always mess up her name. بلده دیگه. اسم این موجودات رو صدا میکنه. میگن اسم این موجودات رو صدا بکنی خودشون میان احضار میشن. اینم داره اسمشون رو صدا میکنه. What is this? همه اینا رفقا
قبرها، یعنی توشون آدم دفن شده. این همه هر کدومشون میتونه یه داستان برای خودش داشته باشه. اینجا بود که فرانکو صدای گریه واضح میشنوه. میفهمه که یکی اینجا هست، داره دنبالش میگرده. یه این وره. اینها اینجا دوربین دید در شب رو روشن میکنه که بهتر ببینیم. میبینید یه دختر با چادر سیاه نشسته اونجا داره گریه میکنه. She's just crying in like a little ball area. And it sounds like a woman. یه صداش که مثل خانومه. But that's literally right in Georgina's tomb. What the hell? میگه درست بغل قبر جورجیناست. جورجینا همونی بود که فرانکو داشت اسمشو صدا میکرد تا احضار بشه. جلوی قبر اون این دختر اومده داره گریه میکنه. درست بعد اینکه فرانکو صداش کرده. Está bien? اینجا که فرانکو صداش میکنه میفهمه انسان نیست. کرک و پرش میریزه. Está bien? What the f... Holy shit. یهو این موجود پرواز میکنه و به این بالا که میرسه جلوی دوربین کاملا غیب میشه. نگاه کنید. What the f... اینجا کامل غیبش میزنه. Just took off. فرار کرد. Está bien? What the f... Está bien? این یکی از واضح ترین ویدیوهایی بود که فرانکو تونست از یه موجود ماورایی بگیره و به نظر میاد هرچی که بود فرانکو اسمش رو صدا کرد و احضارش کرد، چون درست جلوی قبر همون جورجینا بود. Está bien? What the f... شما چی فکر میکنید رفقا؟ این یکی از کرک و پریزون ترین ویدیوهای فرانکو بود. خیلی خوب دوستان، ویدیو تمام شد. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید. حرف دیگه ای ندارم. 2 ویدیو الان پیشنهاد میشه که هر کدوم رو دوست داری همین الان میتونید روش کلیک کنید و ببینید تا یه ویدیو دیگه، یه ویدیو ترسایی دیگه. خدا همراهتون باشه. فعلا.